داری یا چیکار میکنی؟ از دیوانه خونه گرفتی؟ یه خیز یک وقت خواب رو یافتی خیز زودتر خیز زودتر این قدر وقتی تو یاریده کاش پایم کاش زودتر کاش همشهری تو کیستی؟ از دیوانه خونه گریختی؟ مردی چی؟ همشهری گرسنه بودگیستی گیر من معمر پر راش معمر خور ای همشهری تو در این سحری بر وقت در راه یاهن چیکار میکردی ها؟ با من نگاه کن یا خانه نداری یا از عقل بیگانه شده ای تشکر به شما سلامت باشی ممنونم زیر پرسیدن هم نیست همشهری چای می نوشی؟ سلامت باشید انا چای تشکر به شما حاضر یا خدا تشکر والله همشهری خیریت که من این سحر اینجا آمدم
خدا نشان ندهد اگر نه چی میشد ها؟ نه برادر، شما نادرست فهمیدید. چی خیلی نادرست؟ برادر، یک روز از خواب بیدار میشوی، میبینی که کودکت رو دزدیدند. پس دوستی از همه نزدیکت تو رو کشتن میخواهد. بعد یک نفر او را نگاه میدارد. وی هم برای فرمان رو اجرا کردن تو را مشت و لگد میزند. بعد بیهوش میشوی. وقتی که به خود میایی میبینی که تو رو در راه آهن پرتافتند. دست و پایهایت رو جنبانیده نمیتوانی. صدای قطاره نزدیک شده ایستاده رو میشنوی و وقتی میفهمی که همه این رو دوستی از همه نزدیکت کرده است، قطاره نزدیک شده ایستاده وجودت رو بیشتر میسوزاند. نخود در حقیقت میخل باشد. شما فکر میکنید که دروغ میگویم؟ تنها آدم دیوانه خود رو برای آهن میپرتاید همین خیل؟ از تو بوی عرق نمی آید. البته من هم بوی عطر نمی کنم. خانم، شما اینها رو از شب تر میکنید ها؟ البته از شب، سحر بر وقت به تنور میگذاریم. خدا بسیار خوب آمده است. دستتان درد. عاشتان شود. کیراز، تیار کرده این رو به هنر هم نشان دادی ها؟ من هم به او بسیار چیز آموزاندم. بگوید از مردی بمب سازی که زیر نظارت بود یگان خبر هست؟ رانا، چند مرتبه در این مسئله با تو گپ زدیم. مسئله ای که حالا به سود گذشته است چطور از پلیس میپرسی؟ شد، استد. همه وقت یه دیگرتان رو میخورید. اقلا در اینجا دیگر رو نخورید. در اینجا فقط سمبوسه میخورند. همین طور نه خانم؟ تو اینها رو در اینجا دیدی؟ در خانه دیدی یکم مرتبه؟ تیموری تو در خانه موم است، موم. اپا نه، نخود. نادرست است سردارم. من این موضوع رو پنهان کرده نیستم. در خانه ما رئیس معلوم است. خدا رحمتی مندرس این طور نبود. هم در خانه و هم در جای کار مثل پخته بود. وقتی که با مندرس در شعبه ضد غارتگری کار میکردیم، جوانانی که برای سوال و جواب می آوردند در وقت جواب دادنشان گریه کرده او را با آغوش می گرفتند. مندرس برای آنها عکا بود. برای آنها را به خود جلب کردن همیشه حرکت میکرد. نفری که در پهلویش با او بود چطور انسان بودنش را فهمیده میتوانست، چون که قلبش مثل پخته ملایم و رفتار شفاف بود. در رفتی خانه‌داری همان یگان مرتبه به من دست بالا نکرده بود. یگان مرتبه آوازش را بالا نکرده بود. هیچ وقت باری او را کاهش کردم برای دیر آمدنش. او با غضب به من نگاه کرد. همان وقت خسرو خشتامانم با ما میزیستند. مندرس رو در این حالت دیده او را مندرس رو سخت کاهش کردند. اگر به او دست برداری شیرم رو حلال نمی کنم، گفت خشتامانم. باور میکنید که این اولین و آخرین غضب مندرس بود. این که انسان ها بر وقت از عالم میگذارند میگویند، چون که وقت با آدمان خوب و کسی که رفتار خوب دارد تیزتر میگذارد، با آدمان بد باشد آهسته میگذارد. برای همین از آدمان خوب سیر نمیشویم. همه وقت بر وقت گذشت میگوییم. همش همین. همش در دیر از چیکار میکنی؟ رفیق
سردار همون آدمی که زیر نظارت است. از برای خدا رعنا یک لحظه جیم شین. کوفت و کوف کردم رفیق سردار. با اهل اویلا و رفیقانش صحبت کردم. دوستانش گفتن که او هر شب به مای خونه می رفته است. همش رو به نوار گرفتم. به قید موندیم. میدونید با نزدیکی با فرمانی اکاهایش دادرش بیانات شد. ایواز کرده است برای شریعت رو رعایت نکردن خواهرانش او را به سود دادند. اکنون رفیق سردار در این زمان با این خیل مسئله ها بسیار با میخوریم. بسیار با میخوریم رفیق سردار. بله. این خیل باشد وی گفتش رو برعکس میکند. برای میتینگ پول ندادند، به حساب بانکیش پول نگذاشتند. تفتیش کردیم راست برآمد. چه افتاد آن رو؟ ما خبرنگاران حیله‌های خودمان را داریم. ما خبرنگاران حیله‌های خودمان را داریم. نگاه کن رعنا، خاموش شو اکنون. چیزهای یافتگیت را برای خودت نگه دار. با سر کرد. اکا چای گرم بیارم. آره. رعنا جان به تو هم بیارم. تشکر. برای خدمت‌هایت تشکر اکای ما. نمیارزد. تو خود از راه احتیاط کن. اکا تشکری زیاد برای همه چیز. نمیارزد. گفتم که وای در جیبم پول ندارم. تلفنی همراه نیست. گیر. اکا هیچ گپ نه. برکت یابید. در وقتی کوتاه برگردانیده میدهم. بخشش. هیچ گپ نه. گفتم که راستی درباره خودت نقل نکردی. کیستی؟ از کجایی؟ نامت چیست؟ در کار نیست اکا. ندانید بهتر. پگاه یا روز دیگر پولتون رو میارم. هیچ گپ نه. راو گفتم راو. هیچ گپ نه. آها. تشکر اکا. با من نگاه کن. به خانه میروی؟ نه اکا. اول با یک جای دیگر رفتنم در کار. خیر نباشد. خدا حافظ. لبا یکا. بله یکا. همه چیز گفتگیتان برای شد. مسئله نیست. یگید پیشتر برآمد. تمام. ممدو همه کار رو میکردی، اما ذوالفقارم رو باید نمیرسیدی. چی خیلی گوهیلان مرا یاد کردی؟ ها؟ غیر از تو دوست ندارم دیگر. دوست هم دیگر ندارم، یگان تا نیست.
алё зуд аз онҷо дур шав. алё ту кисти Yigit bulduzal, zud az onja dur shav. ту кисти аз куҷо Adoratро ба кор андохтӣ. 20 сония мондааст. Az onja гурез, ки туро куштан мехоҳанд. кӣ куштан мехоҳад Ба ҷои савол додан аз онҷо дур шав. Моторат ба ҳаво мепарад. маро аз куҷо мешиносӣ Садое ки аз моторат мебарад намешнавӣ. Зуд онҷоро тарк кун. ту чиҳо мегӯӣ алё алё Hello. Hello. تو هم رفتی کوهیلا تو هم پرتافته رفتی کوهیلا ба шумо ёрӣ лозим аст. айгит чӣ шуд дар ин ҷо дар куҷое ки ягон воқеа бошад то ҳам дар ҳамон ҷой ҳодисаҳо туро меёбанд ё ту онҳоро нафаҳмидам рафиқон аз ҷои ҳодиса ба бомбаҷӯён гуфтанд сарго дар мототсикли йигит бомба гузоштанд бо пул ё ин ки бо соат муайян кардед дар ин бора маълумоте нест шукр карданат дар кор бо сабукӣ наҷот ёфтӣ дар вақти кафиданаш дар болояш мебудӣ бахтам баландӣ кард тақдир ҳамин будааст ва ту дар ин соат чӣ мекобӣ дар ин ҷой барои гирифтани моторам омадам барои гирифтани моторат омада будӣ ба хонат рав як шусушӣ карда каме хоб кун то ки ба худ биёӣ ва баъд ба кор биё биёд рафтем бачаҳо рафиқ саркомиссар бигӯед ки ба шумо чӣ ёрӣ карда метавонам чӣ ёрӣ карда метавонӣ зудтар шифо ёбед худо шифо диҳад бародар биё шин туро то хона барам намехоҳам бас лозим нест шуд акнун ту маро масхара мекунӣ медонам лекин ҳеҷ илоҷ нест хайр биё шуд як пуф кунам охир меафтӣ биё
پسرم فاتحم برای تو رو محافظت کرده نتوانستنم مرا ببخش کی میداند حاضر در کجا هستی بوی آن حریف کثیف چقدر تو رو ناراحت میکند برایت پدری خوب شده نتوانستم بله حاضر درت رو میزنند. همین صدای در بود. تو کی هستی؟ مرا از کجا میشناسی؟ برای این رو گفتن وقتم نیست. گپ زن تو کی هستی؟ کوشش میکنند که درت رو شکنند. زود از در قفا برو. خونه رو ترک کن. تو رو میکشند. کی؟ وای در اینجا. آیسته تشکر زیاد. نمیارزد. شفا یابید. مرحمت شینید سردارم. چی شد سردارم؟ و خدا چی شد؟ فهموندم کو. ویرانه میپرسم بگید. تو فراموش خاطر شده ای چی؟ چی خیل فراموش خاطر سردارم؟ بگید کجایی که نروی حادثه رخ میدهد. میترسم که پگاه جنگ سوم جهان از پشت تو سر میشود. نخند.
جنگ یکم جهان از چه سر شد؟ فقط از یک تیر. بعد از پشت یک تیر 50 میلیون آدم کشته شد. و سردارم من ساسته نخوان. چیزی که نمیدانم آن را نقل کن. سردارم هیچ گپ نیست. درباره کارم همه چیز رو میدونید کو. درباره وظیفه داره، اما در زندگی چه شده است؟ آخر مراتب میپرسم. نگاه کن. نمیدانم، لیکن چیزی است که میخوام آن رو دانم. درست سردارم. آخر همه چیز رو دانستنتون شرط نیست. خوب، پس خیلی که خواهی وقت شاید خودت نقل میکنی. اگر خواهی امشب به خانه ما بیا. در خانه تنهایی، خوراک میخوریم، ینگل چای میکند. تشکری زیاد سردارم. وضعیت رو میبینیم. خوب، پس خودت رو احتیاط کن. از یگان واقع دیگر تو را خلاص نمیکنیم. برادر، نجیب سردار خفه شد. اگر مسئله باشد حل کنیم. نه تیمور، نه آخر. چی مسئله؟ این خیل باشد به گفتی سردار. خودت میدانی. چی میخواستی؟ فرقش چی رفیق سرکمیسر؟ از دو سر جواب نمیدهید. خیر نباشد. خیر نباشد رفیق سرکمیسر. مرحمت. غلط شد به فکرم. من باید به شعبه اطلاعات میرفتم. همینجاست. مرحمت. درمان مدیر خالی است؟ شما یگید گندوزال؟ بله. از شعبه یاری؟ بله. با مدیر در کدام مسئله صحبت میکنید؟ مسئله شخصی. مسئله رو فهمیدن در کار. خفه نشوید. اینجا شعبه اطلاعات نیست مگر؟ بله. این طور که باشد مسئله مخفی بودنش رو هم شما البته میدونید. یک ثانیه. مدیر مهمانتون آمد. بله. خب مدیر، مرحمت. مدیر گفتن که تنها درآیند. گذشته شنید یگید کمیسر. گوش میکنم. تشکری زیاد مدیر. 11 دقیقه دارید. برای شما چیکار کرده میتوانم؟ درباره میم2 صحبت کرده میخواهم.
گوش میکنم. از شما در کجا بودنش را پرسیدنیم. کارمندان ما بسیار گپ نمیزنند. و ما هم به سوالها جواب نمیدهیم. اصلا ما به سوالها جواب میجوییم. انا همین طور نمیدانم. فهمانده توانستم یا نه؟ مدیر، ممدو هم سبق هم می باشد. با من اینها را نقل کردن در کار نیست. در باره تو همه چیز را میدانم. ما وقتی که یک نفر را به کار میگیریم رفیقان او را، همسایه ها و حتی خویش و تبارش را هم میسنجیم. وقتی که ممدو را به کار گرفتیم در باره تو هم معلومات گرفته بودیم. جناب مدیر، ممدو با بعضی آدم های شبهناک مناسبت دارد. او برای همین در این شعبه کار میکند. چون این نیست. خوش، با اجازت شما. شین، آنچه در باره رفیقت میگویی باعث غم خوردن نیست. چون که ما هیچ چیز را از نگاه شخصی به این آبد نمیگیریم. گوش میکنم. باید بگویم با بعضی آدم های شبهناک مناسبت کردنش را دیدم. با کیها؟ نمیدانم. آنها چی کارند؟ انیق نمیدانم. اما آنها درباره من بسیار چیزها را میدونستگی برین. خیر. جناب، من یک پسری 3 ماهه دارم. نامش فاتح. خدا یارش باد. میبخشید جناب. 3 دقیقه دیگر داری. معذرت میخواهم. وقتتان رو گرفتم. از ممدو یک چند وقت می شود که ما هم خبر نداریم. دیگر چی؟ وقتی که از در برآمدی همه گفتگی های ما در همین جا ماند دلتیماس. کیستی؟ برای تو یک چیز فرستاد. کی بودنت رو نگویی، با تو گپ نمیزنم. چیزی را مد کردگی به پسرت تعلق دارد. چی؟ اون چیز در جای کارت است. تو را الو. باور نکردن هم گناه. با ناشناسگی با تلفن گپ میزند، باور کنی همین خیل میشود. رفیق سرکمیسر، چرا آمدید؟ امروز باید استراحت میکردید. بخشش که آمدم حلیمه. عذر. کاش که از تو اجازت پرسیده می آمدم. استغفرالله، با فکرم بسیار در استراحت. معلوم است. از کجا فهمیدی؟ رفیق سرکمیسر، خوب میشد با نجیب سردار صحبت میکردید. حلیمه، در این مسئله با تو گپ زده بودم. دیگر از این موضوع صحبت نمی کنیم. ها، با نام شما یک نامه آمد. نامه؟ کی آمد؟ همین صبح؟ برای چی نگفتی؟ انا گفتم. در کجا؟ در جزودان. مرحمت. تشکر.
صحیح کو. خانه حلیمه. زیر نقاب کی باشد؟ این؟ ممدوح؟ رزیل برای چی این خل کردی؟ برادر شرم نمیکنی که در اینجا فیلم های بشرمی تماشا میکنی؟ چه خیلی بشرمی؟ پس چرا خاموش کردی؟ چی تماشا داری؟ ما هم بینیم. یگان گپت هست تیمور. چی گپ شد؟ تو امروز باید استراحت میکردی؟ چرا امروز همه با من یک سوال رو میدهند؟ نفری که زیر نظارت بود هنگام دستگیر کردنش را کسی با تلفن به نوار گرفته است. همون را تماشا کردنی بودم. مرحمت بین. درباره واقعه آن روز چیزی گفتنی نیستی برادر؟ مسئله آن واقعه رو حل کرده بودیم. نه حل نکردیم. تا حال جای بمب رو از کجا دانستنت رو نگفته ای. احساسی پیشبینی رو نمیدونی؟ احساسی پیشبینی؟ از کی؟ برادر و جای تو می بودم همه ای چیزی می دانستگیم را می گفتم تا که به سرت بلای نهایت. برای نصیحتت تشکر. خداحافظ. خب ما این مسئله رو میبینیم حتما. یکی تو چی میکنی اینجا؟ وای سردارم. وقتی که آمدی تیمور و حلیمه را هم جیغ زن. در بین 5 دقیقه در اتاقم باشید. مجلس میکنیم. اما سردارم من برآمدنی بودم. 5 دقیقه. خوب رفیقان، پیش از موسم تابستان در آمدن حسابات تیار کردنتان لازم. چیلی که میدونید لایحه همون یک پیلوت بود. دوام دادنمون در روزهای نزدیک معلوم می شود. برای این خوب حلیمه این دفعه جواب گوی. بعد از گپ زدن تلفنت را خاموش کن. بچه ها من در وقت مجلس تلفن هایتان را خاموش کنید یا همراه نگیرید. الو تلفن رو بگیدی. چی شد؟ رفیق سرکمیسر رو میپرسند. کی را؟ یگید رو؟ ها. این خدا چیگر بگید. از کدام روز حلیمه را تو کاتبه خود کردی؟ الو. سلام بگید سرکمیسر. شما کی هستید؟ چه نمیشناسید دوزی پسرتون رو؟ شناختم. رو دوزیده یک بار دستش رو حلال کنم گفتم. یک نفر رو میشناسم پیش سرتراش بود. بسیار اسباب هایش هم زنگ زدن. میشنوی؟ گوش میکنم. با فکرم وقت نداری. با حلیمه در وقتی کار شخصیتون زنگ زدن. نفهمیدم. چیکار کنیم؟ اکنون باز یک نفر دیگر است که فکرش رو میکنی. حلیمه هم خانم خوب است. میدانم که او رو دوست میداری. کمی کارم هست. بدتر میتونید زنگ زنید. با فکرم این مرد خیلی سیرکار است. لیکن من میخواهم که او بعد از 30 دقیقه به مغازه میبین فروشی موندا برلیک بیاید. نباشد چی شدنش رو خوب میدانی. خب نباشد میفهمم. سردارم با اجازت شما برآمدنم در کار. یگید
نمیبینی در مجلس هستیم؟ در کجا آمده بودیم؟ سردارم خواهش دارم از شما. یگید در جای چین. یگید با تو میگویم در جای چین. ببخشید سردارم. با او چه شده است؟ کی بودنت را نگویی تلفن را خاموش میکنم. کمی پیش به تو یک نفر زنگ زد. چه گفتی تو؟ این بوزی نیست. نه، به من هیچ کس زنگ نزد. تلفن همراه ندارم، گم کردم. کمی پیش به تلفن رفیق زنگ نزده بود مگر؟ تو این رو از کجا میدونی؟ با خوری او نرم. به تو ضرر میرسانند. الو. مرحمت جناب، به شما چی یاری رسونم؟ وای من برای خانه نشست میبل میکوبم. مرحمت به این طرف بیایید. مرحمت بیایید. این مدل همین سال است. تخته و رنگ دیوان رو چه خیلی که شما میخواهید همون خیلی میتوانیم بسازیم. میبخشید یگان نفر رو انتظار بودید؟ نفهمیدم. یگان نفر رو یعنی کی؟ بله، تو رو انتظار بودیم ابله. نقلیات آماده. گیرید این را، زود از اینجا. صاحبانی مغازه رو چیکار کنیم؟ آنها بیهوش نیستند مگر؟ بله؟ رویتون رو دیدند یا ندیدند؟ نه. خوب، نباشد همین خیل مانید. خز حیوان پیسری من در کجاست؟ در کجاست؟ کی بود؟ کی بود؟ تو چی میخوایی ناکس؟ تو از من چی میخوایی؟
کی بود؟ از من میپرسی؟ کی بود؟ پدرت بود حیوان. کی بود؟ کی بود حیوان؟ کی بود؟ من بودم. من حیوان. حرام شدی اکنون ها؟ حرام شدی؟ کی بود؟ شما بیمار هستید حیوان ها. عقلتان را خورده اید. کی بود؟ پسرم در کجاست رزیل؟ پسرم در کجاست؟ کی بود؟ مادرت بود داکس. مادرت بود. کی بود؟ حاضر فهمیدی کی بودنت رو ها؟ کی بود؟ کی بود؟ زنی که تو را میکفت کی بود؟ گفتم که مادرت بود. کی بود؟ با فکرت میدوند؟ میدونست بر وقت میگفت. برده پرتوی در یگان جا. کودک رو چی؟ در دست توی سا لازم میشود. ای دادر جای خوابت را نیفته ها؟ یگیت؟ به تو چی شد؟ این شغل است. آهسته 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 دادر آهسته 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 دادر آهسته آهسته انا رسیدم آهسته آهسته حاضر
در شایم کنی بیا دادر بیا کنی بیا انا oysta کنی بیا oysta da کنی oysta انا حاضر درو oysta وحشی ها نجم خوب کن آرام باش دادر نیممک های دادر به تو چی شد؟ تو رو از خانه پیش کردند اینجا کجاست؟ اینجا سرای نعیم عمکت معقل شد؟ چرا من اینجایم؟ باید من تو را پرسم در کوچه چرا خواب بودی ها؟ در کوچه؟ دادر این را با دندانت مان برای تو ملهم تیار کردم این را مالیدن گیر تا نزد دکتر رفتنت خوب می شود اما کم باید میمونیدی خیریت گذشت میسوزد دادر میسوزد حرارت را چی پس میکنند دادر حرارت رو بعضا گرمی میبرد مثال چای در گرمی آبی خنک نوشی تشنه میشوی تو چای گرمش بعد این حرارت چخیل میشود دادرم یه همین خیل است بعضا خنکی گرم میکند دستاید اگر یخ کند برف لازم برف وقتی که دستانت یخ میکند برف آنها را گرم میکند حیات همین خیل با زخم ملهم در کار بعضا آتش رو میکشد پایونی سردی گرمی است یک وقتا با من گفته بودند با چشمم ندیدم لیکن در کشلاق میگفتند یک شب عرابه از خنکی در گرفت راست یا دروغ نمیدانم نه اما در ارزروم همین خیلی روزها میشد که از خنکی عرق میکردی میفهمی بعضی کارها برعکس میشد مثل که بسویت گل میپرتایند تو از ضربش زخمی میشوی این وابسته به محصه دوستت هست باری کشتی خضر علیه السلام آمد موسی علیه السلام به خضر علیه السلام چنین گفت مبادا ضرری رسد خضر علیه السلام جواب داد که با من باش اما چیزی نپرس اما موسی علیه السلام میپرسد برای چی؟ چون که ما انسانیم میخوایم همه چیز موافق میل ما باشد لیکن حکمت این کار را بعد میفهمیم اما من نفهمیدم یعنی دوستت به تو گل نیو سنگ هم پرتوید هیچ چیز نگوی نمیدونی این چی حکمت دارد با او گوی که برادر باز یک سنگ دیگر پرتاب دستی همین طور است تشکرم اک جان دندانم درد میکند دادر کجا میروی؟ یگون چیز تیار کنم؟ خورده نمیتوانم دندانم درد میکند اختیارت خودت میدانی بیا دادر بیا دادر آهسته انم خیلی آهسته بیا
پیش از خواب برای فاتح دعا کنیم. بگو خدا جان پسری امک یگید فاتح را کمک کن. وای بهترین برادر من است. او را خیلی یاد کردم. میترسم که به سرش بلای نآید. آخر وای هم مثل من ضعیف و ناتوان است. او را در پناهت نگه دار خدا جان و با ما برسون. به دادمون برس. آمین. کی باشد؟ رفیق سرکمیسر؟ ببخش در این پاسی شب آمدم. نه استغفرالله مرحمت. نه میدونی برای چی آمدم؟ بلابتون چی شد؟ حلیمه حاضر فهمونده نمیتوانم. وقت کم. تشکر به تو. یک چیز میگویم اما تو سوال نده. فهمو؟ دخترت پینه رو گیرو میبرویم. با کجا؟ سوال نده. چرا؟ بعضی چیزایی هست که نمیدونی. تو و دخترت در خطر هستید. تو و کودکت. میخواهم یک چند روز در خانه نجیب سردار مانید. نمیتوانم. حلیمه مرا نمیفهمی. بله رفیق سرکمیسر، در حقیقت شما رو نمیفهمم. امروز مردی که با تلفن تو زنگ زده بود در وقت مجلس، همون کسی که مرا پرسید. بله وای کی بود؟ آنه که پسرم را دزدید. چی؟ بله. و اگر تلفن تو را داند با تو یا اینکه به دخترت ضرر میرساند. کمش یک دو روز در یگان جای به خطر استید. مادرم چی؟ مادرت را جیانت نگاه میکند. فکر میکنم که به او ضرر نمیرسانند. یعنی شما گفتنی که من مادرم رو پرتافته خودم به یگان جای به خطر روم؟ بله. تو و دخترت. مادرم در نظرم نباشد چه خودم رو بی خطر حس میکنم. ببخشید نمیتوانم. حلیمه برای چی فهمیدن نمیخواهی؟ اقلا درباره دخترت فکر کن. نه اصلا. باز یگان گپی دیگر دارید. شبتان خوش. این خیلی باشد در نزد درت نوبت چی میمونم. رفیق سرکمیسر
шумо кай омадед? Нашунидам. ман нарафтам. тамом шаб дар ҳамин ҷо будед? ё ин ки навбатдор? ҷиянат биёяд. кӯдакатро гир меравем, майлаш? ба дукони янгаи кироз меравем. кӯдакро дар он ҷо мемонем. хуб, майлаш. марҳамат, дароед, субҳона мехӯрем. ташаккур. вақт кам аст. тезтар бароем. майлаш. рафиқ саркамисар, агар апаи ҳунер кӯдаки шуморо пурсад чӣ мегӯем? охир дуздида шудани фотиҳаро ӯ намедонад. биё, рафтем. мо илоҷи дигар надорем. чӣ шуд? бо мо субҳона хӯрдан намехоҳед магар? чаро не, марҳамат, гузашта шинед. ба хайр аст. пинеро бо худ овардед. саломатиаш хуб аст. чӣ шуд? не, чӣ бояд шавад? шояд бемор шуда бошад. росте ӯро назди шумо монданӣ будам. каме хурсанд мешавед. намедонам агар бароятон вазнинӣ накунад. кироз медонад? ҳеҷ гап не, баракати дӯкон бештар мешавад. фотеҳ дар хона мемонад магар? фотеҳ андак бачаи шух аст. вай дар ин хел ҷойҳо зиқ мешавад. кӣ медонад ӯ ҳозир дар куҷост? қанду асал, ширина. кани биё, 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 биё. ин қадар бузург шудӣ. хайр, мо мехезем. магар субҳона намехӯред? рафтем. субҳ бахайр. субҳ бахайр. киҳоро мебинам? вай вай, ин ки бошад? ҳай биё. хош, чӣ хабар бародар? имрӯз ягон дивидии нав овардӣ? ҳалима, ман меравам. мо омадему, шумо меравед. корамон зарӯр, рафтанамон лозим. охир субҳона намехӯред магар? куҷо меравед? субҳона тайёр. бубахшед апа, дафъаи оянда. бо саркамисар рафтанам лозим. чаро ин қадар ширинаки ту? чӣ гапе ҳаст? мусиҷа бар ин онҳо. ин гапҳоро аз куҷо баровардед апа? не, ҳатман чӣ гапе ҳаст. рафтори йигит дигар аст. хушрояк аст ин духтар. ту зебояк, зебояк. ба таксӣ шинем чӣ? не, рафиқ саркамисар, ба автобус мешинем. истгоҳ дур нест. ихтиёрат. бубахш ҳалима. астағфируллоҳ. шаб аз хабари ту хеле нороҳат шудам. табамро хира кардӣ. ба сурати ҳисобат пул гузаронданд. ту маро мешунавӣ? вақтат хеле кам аст. зуд бош. агар росташро фаҳмидан хоҳӣ, ҳисоби бонкиатро дар банкомат тафтиш кун. дар наздикият якто ҳаст. зуд бош, рафта бин. ту маро таъқиб карда истодаи бешараф? барои ҳақиқатро фаҳмидан каме дигар мондааст. ҳалима, ман аз ин ҷо камтар пул гирам, майлаш? ту агар хоҳӣ дар истгоҳ интизор бош. хуб шудааст, рафиқ саркамисар. рафиқ саркамисар, ягон душворие ҳаст? не.
150,000 لیره. این چی است؟ این پول از کجا آمد؟ дар байни шумо хоҳиде аст ки ин корҳоро ба ҷо меорад. Ки буданашро фаҳмидан хоҳӣ, ин саҳар аввалин нафаре ки дар ин бора гап мезад, нигоҳ кун. алё. پنج دقیقه پس در اتاقم باش. اطاعت سردارم. همین خیل میستیم سردارم. خدا شگر. با تو چی شد؟ چی خیل یعنی؟ چی خیل گفته پرسیدنت؟ باز سرت بالای دیگر نارد. برای دیروز در وقتی مجلس برآمده رفتنم میبخشید سردارم. بخششت قبول نشد. سردارم از کار راندنی باشد رانید. هیچ چیز نمیگویم. لیکن به من این خیل نگاه نکنید. تو وقت آخر دیگرگون شده ای. کمی پیش هنر تلفن کرده بود. وای همیز کرده است. چیزی را که تو پنهان میکنی اگر با کار دخل داشته باشد این معنا دارد که به من هم دخل دارد. فاتح بیمار است؟ نه سردارم بیمار نیست. دادرم دیشب از فکر تو خوابم نبود. این چی در داشته باشد گفتم. یک پسر داری و جای کارت. بخشش برای خوابتون نبردم. بخششت قبول نشد. این خیل باشد من روم. خوب پس برو. صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. چی سردارم؟ صورت حسابی در بانک داشتد را تفتیش کن. با تو 50 لیره مکافات پولی میدهند. شنیدم برای آخرین کارهایی که با موفقیت انجام داده ای. 50 لیره میگویید؟ معقول نشد؟ چیکار کنیم برادر؟ مکافات پولی پلیس همین قدر است. خوب سردارم تشکری زیاد. برادر تیمور برای اینقدر آزار نده غمگینم. شنیدی؟ چرا؟ خبر رسید از شعبه یاری یک نفر به مقدار زیاد رشوه ستانده است از آدمان نامعلوم. چی گفتی تو؟ از پروکراتور اجازت گرفته این کار با عهده من است. صورت حساب‌های بانکی همه تفتیش کرده شدند. معلوم که بی‌فایده نیست. از تفتیش با پروکراتور فایده زیاد میرسد. در کجا؟ در کجا گفت؟ این چی مناسبت؟ چیزی که میدانی کی هاین این حریفا؟ چی ها میگویی برادر؟ گبزن تو هم داخلی در همین کار را همین خیله؟ بیامان یکی دیوانه شدیم اگر یکی مثل کودکا جنگ کرده با گریبان هم دیگر میچسبید. اینجا جای کار. فهم است؟ تیمور مسئله سنجش حساب‌های بانکی را شروع کنید. تستر کنید. کمی پیش شروع کرده بودم سردار. خوب من به مجلس میروم. صورت حسابی بانکی را اول از که شروع کردنم معلوم شد. مثل که حیران نشده ای. چیزی که از دستت میآید همان را کن. رفیق سرکمیسر با این قدر دشواریه که دارید باز به یاد آوردن روز تولدم تنها شما به یاد آوردید. لیکن لازم نبودند این گلها. کی فرستاده است؟ شما نفرستادید. از نوشتجاتش خوشم آمد. نوشته شده است این گلها در تنهایی می شکوفند. چی گفتی؟
ки инро ба ту фиристодааст? магар шумо нафиристодед? рафиқ саркамисар, чӣ кор карда истодед? рафиқ саркамисар, аниқ раҷаб капитан се. рафиқ саркамисар, охир ба куҷо меравед? ҳалима, имрӯз агар саломат барнагардам ё ин ки воқеае шавад, фарзандам ба ту амонат майлаш. охир бигӯед, рафиқ саркамисар. ассалому алайкум амак. алайкум барсалом. дар ҳамин ҷойҳо капитан раҷаб мезистааст, намешиносед? Не, намешнасам. мебахшед. салом алайкум. ва алайкум барсалом. мебахшед, дар ҳамин ҷойҳо капитан раҷаб мезистааст, намешиносед? раҷаб капитан? бале бале. як капитан раҷаб буд, солҳои 63 шинос будем. хелест ки раҳматӣ шудааст. магар ягон капитан раҷаби дигар нест? ба худо бачам, ба ғайр аз ҳамон каси дигарро намешиносам. ташаккури зиёд ба шумо. раҷаби мегуфтагиаш кӣ бошад? раҷаб капитан. خالی هست. کاشکی زلفقار در دستم نبود. از کجا یاد بود؟
فخر نکن شاهم. از تو بزرگ خدا است. ای فاتحم. خودم رو کیم کی گرفتم، لیکن تو رو نگاه کرده نتوانستم. انا همین خیل مشت میخورند، لیکن با تو هیچ چیز نشود. تو را به خداوند میسپارم، به خداوند. همراه تلفنی موبیلی داری؟ باشد چی کار میکنی ناکس؟ برای تو را زدم، به تلفن احتیاج نیست. یگید برای گوش نکردنشون تو رو به اینجا جیغ زدم. یک مسئله جدی است. درباره من چی فکر کردنت رو میدانم. پسرم را تو دزدیدی. من دزدیدم چون که در دست دیگر کس بی خطر نمی بود. برای همین گریزانیدن لازم آمد. به هر حال من امکی وی به حساب می روم. باز همین خیلی آرام گپ بزنی رزیل. مایلش مرا کش. گیر زلفی خورت را. قبرم رو یک جای کندیم، اما اول گپم رو گوش کن. همش برای من امتحان بود. همش ترانه مرا امتحان میکردن. کی بودنش را دانستن شرط نیست. شخصانی نامعلوم. پس برای چی فرزندی مرا دزدیدی؟ باید به این گروه داخل می شدم. خیلی وقت باز مرا تفتیش می کردند. آنها هم من و هم تو رو می دانند. دوستای زمانی اکادمی و از کمیته اطلاعات بودنم رو نیز می دانند. چرا تو چون این راه را انتخاب کردی؟ برای آنکه مرا به گروه خود گیرند دلیل لازم بود. بیهوده برای من قبر نکندیم. نقشه ممکن به کار نمی آمد. اما مرا همچون جاسوس دو طرف استفاده بردند. آنها برای مرا امتحان کردند. از همه دوستی نزدیکم را انتخاب کردند، یعنی تو رو. زود این کار را به عهده گرفتم، یعنی دزدیدن فرزند تو فاتح را. با آنها معقول شد. نیت اساسی من او را به دستان خود دزدیده خوبتر نگاه کردن بود، چون که بعضی چیزها به گفتگو در زیر نظارت من میشد. چی کاری ابله نکردی تو؟ عقلت را خوردی مگر؟ کودک سه ماهه من چی گناه داشت بگو. چشمم همیشه با او بود یگید، همیشه. اجازت نمیدادم با او آسیب برسد. مشت و لگتی که مرا زدی چی بود؟ همون شب قریب بود که میکشی، حتی سلاحت رو به سرم گذاشتی. این همش یک قسم امتحان بود، سنجش بود. اگر همون حریف پران میگفت، همون شب من نقشه رو دیگر خیل اجرا میکردم. در واقع تو رو از راه آهن آدمی من نجات داد. همون فروش؟ بله. ولی حریف کی بود؟ همون که لباسای سیاه داشت. گفته نمیتوانم. با مدیرت گپ زده بودم. میدونم. میدونستی؟ البته غیر از من تنها وی وارد این کار بود. همه چیز رو میدونست. این عملیات رو یک جای کرده ایستاده ایم. همه چیز از اول مثل نقشه کرده همون پیش میرفت. با آنها کم کم معلومات های ناپوره میدادیم. در زیر نظارت خودمون بود. گویا من برای آنها جاسوسی دو طرفه بودم، لیکن در بین آنها ایستاده و اداره امنیت معلومات جمع میکردم. آن همه اغواهایی که با من کرده چه خیلی که گفتم همش امتحان بود. آن بین ناموسان مرا میسنجیدند، اما در نقشه اشان تو هم بوده میتوانستی. اما این موضوع را احساس نکردم. همه این برای سنجش من بود. وای زن چی؟ کدام زن؟ زنی که به من زنگ میزد. برای دونستن نام آن زن قریب همه دندانهایم رو میکندید. همه را پیشکی میدونست آن زن. برای چی میخندی؟ تو حالا هم نمیفهمی. همش یک بازی تئاتری بود. او چی رو میدونست؟ کی رو میدونست؟ انسان تنها کارهای کردگی خودش رو خوب میدونه. همین خیل نه؟ یعنی وای زن هم با آنها بود. ممکن مقصدشان سری تو رو گرم کرده کردارت رو عوض کردن میخواستند. آن زن هم در وقتهای مشکلی زنگ زده گویا با تو یاری میرسوند که با او دوست شوی. در آخر با آن زن باور میکردی و اگر به تو یگون چیزی نادرست فرمایند هم نمیفهمیدی. مثل که با بعضی دوستانت در جای کارت گمانی بد کنی، بعد تو هم
мисли онҳо мешудӣ. полисе ки ба давлат ва вазифааш боварӣ надошта бошад чӣ мешавад? чӣ мешавад? ман гӯям мисли ҳамон одамҳо мешавад. яъне масъалаи суратҳисоби бонк аниқашро намедонам, лекин вай зантуро барои корҳояшро пеш бурдан истифода бурд. набошад темур ба ин кор дахл надорад. гапҳоро ҳозир фаромӯш кун. аз ин пас барояд давраи вазин оғоз меёбад. барои чӣ? писарат туро интизор аст. чӣ? вай дар ҳақиқат ту чӣ? аз ду якеамон зарар медидем. агар ҳамин кӯдак намешуд, қабри ман ҳамеша тайёр аст. немду рафтанам лозим. суҳбати кардаамонро фаромӯш кун. чӣ хеле ки гуфтам, барои ту давраи вазин сар мешавад. аммо умедатро накан. майлаш, ман кӯшиш мекунам бо ту дар тамос бошам, аммо ту бо ман дар тамос шуданро кӯшиш накун. имкони тамосгирӣ ҳам нест. бо мудир ҳам муносибат накун. майлаш, ҳақатро ҳалол кун. ҷураҷон, ту ҳамаро бубахш. худоҳофиз ҷураҷон. дар набудан фарзандам фотеҳ мисли мусо шудааст. фотеҳ فاتح وقتی خانه رفتن شد فاتح جان، بیاریده خوب شد اصلا. این طرفتر بیاید بیاید سرکنیزم. احتیاط کنید تمام.
چی گپ؟ با فاتح هم هوای بحر رو نفس کشیم گفتیم سردارم. برادر، با صورت حساب بانکیت به مقدار زیاد پول انتقال یافته است. با فرمان پروکورور باید ما تو را دستگیر کنیم. میبخشی؟ تو هم مرا ببخش. وظیفه‌ات را اجرا کن. دستبند در کار نی. بیا رفتیم برادر. حلیمه او را نغز نگاه کن. وقتی آخر او را کم بوسه کردم. بجای من او را بسیار بسیار بوس. ای بحر، تو بسیار سرها رو گوش کرده. سر همین کار رو به من فهمون بده. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی و تاجیکی گرداده شد. کارگردان و محرک غیور اشوری رستگار، مهندسی آواز امیدجان علی، پرودوسر کامیجان سفر، راهبری گروه ایجادی فرهادی سفر. منقشا آواز دادن فیروز عمر، محمد جان شادی، عاطف طادی، ملاحتی عبدالله، ناصری حسن، عیسی محمد جان، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، صلاح الدین شکور، نظیر مدی موسی، ملاحت، زهرا، احسان و فردوس.